آقا نصف شبی مغزم داره منفجر میشه. بیا چیزی با هم چرا؟ حساب کنیم. بکن 500 تومن داری؟ از این 500 تومن 200 خرج میکنی بنویس، 300 میمونه. از این 300 150 خرج میکنی، 150 میمونه. حالا از این 150 90 خرج میکنی، چقدر میمونه؟ 60. بنویس. کل 60 هم خرج میکنی، 0. این رو جمع کن. 200 150 350 با 90 440 با 60 500. اوکی کاری ندارم با این رو جمع بزن. 300 150 450 با 60 510. یعنی چی؟ من نفهمیدم. چرا؟ الان چرا اون شد 500 اون شد 500؟ حاجی من نمیفهمم. شما میفهمید بگید داستان چیه، کامنت کنید.